ششم ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان را با اتهام قلابی علاوه به 6 سال زندان محکوم کرد. با نظر داشت حکم پیشتر مهلت حبس عزت امان به 15 سال برابر شد. خیشون نزدیکان این حامی حقوق که سال گذشته با درخواست تاجیکستان از روسیه استرداد شده بود تصمیم گرفتند به دادگاه زینه بالایی شکایت برند. همکارم میرزانبی خالقزاد این قضیه رو پیگیری کرده است و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، اصلا دعوای پیوندان عزت امان از چی عبارت است؟ ببینید، یک دعوای خویشاوندان عزت امان از طرز صادر شدن حکم است. آنها میگویند دیروز قرار بود مبلغ 40,000 سامانی را در تالار دادگاه در پیش چشم همه به دعواگران پرداخت میکردند و بعد این دادرس درباره اعلان حکم قرار قبول میکرد. اما با گفته نزدیکان وقتی دادرس وارد تالار شد بدون پرسش یا پرداخت قرض حکم را اعلان کرد و از تالار بیرون شد. محمد یوسف خلوف پسر عزت امان روز 6 میلیون به رادیو آزادی گفت آنها آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستان پردازند، ولی به یگان پرسش پاسخ حکم را خواندند و رفتند. به نقل پسر عزت امان مرافعه میبایست در نیمه اول روز برگزار شود، ولی ماموریت دادگاه دعواگران را برای شرکت در مرافعه دعوت نکردند و تنها پس از اصرار پیوندان عزت امان مجبور شدند آنها را دعوت کرده مرافعه را به نیمه دوم روز انتقال دهند. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. بله. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت، طوری یاد داریم 19 اکتبر سال 21 با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. سوالی که از هواداران سرشمار عزت امان به ویژه مهاجران کاری زیاد شنیده می شود این است که تا کجا مجازات این حامی حقوق به فعالیت های او در میان مهاجران تاجیک ارتباط دارد؟ بله خرامان، درست ذکر کرده. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط می‌گیرد و در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از کمبودی‌های مقاماتی حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. مثلا ادوارد لمان کارشناس دانشگاه تگزاس میگوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیب‌نامه‌های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 به گفته او دادگاه وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را برای در مرافعه خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 باشد به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر اضافه نمود. عزت امان در بین دایره های وسیع مهاجران کاری تاجیک معلوم است فعال شناخته به شمار می رفت. از روسیه آوردن، محکوم کردن و اکنون به طور مخصوص دوباره عیبدار کردنی و به معنای است که حکومت میخواهد به تنقیدگران احتمالی خود هشدار دهد که مثل عزت امان اگر رفتار کردند همین گونه مجازات خواهند شد. تشکر میرزانبی خالقزاد شرح موضوع را دادند و یادآور میشویم عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه هم محروم کرده شد و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به زندان محکوم گردید.